امتیاز رنگارنگ محترم فرهاد مختار پیشتر پلوان مرحوم پلوان پیشتر مرحوم پلوان مختار فرهاد جان امتیاز را رنگارنگ میگیره. ببینیم که امتیاز میگیره یا خیر. بله گوساله از تکنیک و تکنیکی استادی و جای پای پدره میخواد که زنده نگاه داشته باشه. در دل دایره گوساله را فرهاد مختار پرتاب میکنه. آفرین به این مرد با شما آمده فرهاد مختار از یک سال بعد این سو ماشاءالله درخشش کرده. مسئولیت اصلی رئیس فاضل اکبر زاده است. ببینیم که فرهاد مختار مسئولیت گوساله را اختیار گرفته به سمت دایره امتیاز. بیرق بر فرهاد جان. از پای نو خرید تیزبال رئیس فاضل اکبر زاده و رئیس داوود افغان امروز رهنمایی میکنه. امتیاز رنگارنگ در میدان مسابقات جشن عنعنوی بارستان کمایی نمود. فرهاد مختار پهلوان است. مسئولیت گوساله را بله امتیاز میگیره فرهاد مختار. فرهادی که همیشه امتیاز را رنگارنگ در میدان کمایی میکنه بسواری میاره. رئیس فرهاد است. فرهاد مختار پهلوان امتیاز میگیره. از سوی یکمین میدان ویسل میشه تایید میکنه که دستکشی بازی